ای بابا خیلی گرسنم. Are you sure about that? گوسفنده ولی دوره. این بهتره. صبر کن چی نوشته؟ به داخل نروید. میرم چی میشه مگه؟ خب ساده بود. اون طرف چیه؟ بازش کن. تو که گفتی نیام داخل، الان میگی بازش کن؟ یعنی توش چی نوشته؟ ایده ویدیو کامنت های مایکت. بزن بریم. بعضی از مرحله هاش سخته. در کل بازی خود ممنون از سازنده. مگه ماینکرافت مرحله داره؟ من به بقیهش کاری ندارم، ولی خدایی تو ماینکرافت مود نیستان و پراید میریزید. استیو خیلی خوشگله، همکاری احسان بارسی، نداشتن آقای هاشمی. نمیتونی سند پژو پارس شوتی نداره. نبود آهنگ های کریستوفر نولان خیلی بده. نسکن این تریاک آقای هاشمی خود آقای هاشمی وجود نداره. چجوری باید داخل بازی شدم؟ بهترین ماینکرافت اینه، بقیه الکی ان. ببخشید منظورت بقیه جاوا و بدراک یا چیزی؟ BTS جلو شعر گم میاره. این که معلومه اسکلت هاش استخوانای ترسناک دارن. داشتن خونه میساختن یهو لاکوش جلو میرقصه. بعد رفتن گفتن جون بابا نمیشه پرواز کرد. کریتیوش کن. بقیه‌اش چیزی نیست، فوقش قش بکنی. ولی دوست گرامی این که 4 بلاک میکنی و دیگه هیچی نیست یعنی مپت فلت هست. خودتون قضاوت کنید. همه اینو یه بار تجربه کردیم. وقتی با یک کامل بتونی همه رو فشاری کنی. شما بچه سالی، نه تنها من بلکه اینا هم بچه سالی. تو دیگه یه لول بالاتری از ماتریکس خارج توضیحی ندارم. نوبه میگذره. خودمونم یه زمانی نوب بودیم. دوشی اومده کامنت گذاشته سخت است، خشن است، BTS دارد، بد نیست ولی باید حیوان کشت و خوک خورد زامبی ها استخوان ترسناک دارن. من در حال بازی بودم، هیرو براین اومد مرا کشت و من جیغ زدم. بابام عصبانی شد، من را زد و گریه کرد. این در فضا سر میکنه مطمئنم. حقیقت تق واقعا موجاد به اینا نیاز داشت. کسایی که این کامنت ها رو گذاشتن قرار نیست هیچ وقت ویدیوام ببینم، ولی من نمیدونم چرا توضیح میدادم. واقعا دلیلش چیه؟ خب بچه‌ها رسیدیم با آخر ویدیو. چیزی که میخوام بگم اینه که اگه هنوزم سابسکرایب نکردی ساب کن و لایک ویدیویت نره. و تویی که داری این ویدیو رو میبینی حتما و مرسی تا این ویدیوی دیگه. خدافظ.